مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ دوم. اوه طیب. اوه طیب. نه د مکتب نوم مو څه شی دی؟ نوم طیب دی کنه دی مکتب. کوم ځای کې دا مکتب مو؟ باردی کې. ها؟ باردی کې. فرضي؟ دا کوم ځای کې ده؟ ها؟ کوم ځای کې ده مکتب مو؟ لری دی کې. ها؟ لری دی کې ده. لرې ځای کې ده؟ ها. ته ځې مکتب ته؟ نه. ته لا مکتب کې نه یې که نه؟ کله خپل او زینت ته ځې؟ ها. ته څوم صنف کې؟ دریم. څومره لرې ده؟ ډېره لاره ده غزې ته. څومره لاره ده؟ دتې لاره ده. څه خیل لاره ده؟ د تنګاري پورې لاره ده. سنګکاري پورې ده که نه؟ ها. اوس مکتب رخصت ده که ځې مکتب ته؟ مکتب ته د مار وخت. سهاري ځې که ماسپښیني؟ ماسپښیني. سهاري نه ځې؟ نه. جومات ته ځې؟ ها. څه شی وایې جومات کې؟ موسکا. ډېر لرې ده؟ ها. چقدر دور است از اینجا؟ زیاد دور است. زیاد دور است؟ د موتر میری یا د ریکشا؟ با پای میرم. با پای میری؟ خب از کدام وقت میری؟ صبح میری یا نه پیشین؟ صبح. صبح میری؟ دیگه دخترامون که تو میره یا نه؟ تنها میری؟ خوب است. استاذا خو چطور است استاذا؟ چوب د دستش او شاگردا که درس نمیخونه و میزنه. خب تو میری مکتب؟ چند سن پیش چند هستی؟ 5. در کدام مکتب؟ در پاچاخیل و در مکتب. در پاچاخیل است؟ پاچاخیل بسیار مشهور است، هر کس پرسان میکنی پاچاخیل میگه. چی گپ است؟ ماچم دیگه. خب از طرف صبح میری از طرف پیشین. خب پیشین میری. شاگردا زیاد است؟ چطور است مکتب؟ خوب درس میده یا نه؟ خوبم میده، گان روز خرابم میده. چطور؟ یعنی گان روز بگه معلومات سم آمده نمیباشه. این روزواری معلومات نامده بودیم سم. هیچ نامده بود؟ یک آمده بودیم، یک 3-4 نفر. نگردم کم بودیم. خب از چطور درس خواندین یعنی پس آمدین؟ درس تو خواندیم. خب درسایتان پشتو است یا فارسی؟ همش پشتو است. فارسی هیچ نداره؟ یا مضمون دارین؟ چی؟ فارسی هم داره پشتو. خوب بسیار خوب. استاذا خو چی نمیکنه؟ نمیزنه شاگردا رو؟ میزنه. چرا نمیزنه؟ چرا میزنه؟ درس که یاد نکنه نمیزنه. قرآنه را که یاد نبیاره نمیزنه. چی را که نبیاره؟ قرآنه وظیفه خدا. قرآنه وظیفه خدا که نبیاره نه؟ خب قرآنه وظیفه زیاد میته یا کم؟ یک ورق میته دیگه کم است. قرآنه وظیفه خوب است، هر کس که یعنی قرآنه وظیفه نکنه باز خود درس خوانده نمیکنه. خوب تکرار است، خوب چیزی. شما خوب منظم قرآنه وظیفه را اجرا میکنی یا چطور؟ هر روز میرم. خب پس از مکتب که میای چی میکنی؟ بگا و کار میرم. خب دیگه در پټی هم کار میکنی یعنی؟ در پټیا خود کار نمیکنم. خب پدرت کار میکنه؟ نه اون در دفتر بنده. او چی داره؟ وظیفه داره؟ لکن خود تکرار شو، خوب زیاد سبق بخوان. دمی روزای نزدیک ما بخیر براتان خوب زیاد کتاب میاریم، به همه تان کتاب میاریم. کتابای خوب براتان میاریم. کتابای پشتو رو خوانده میتونی نه؟ کتابای پشتو رو خوانده میتونی؟ زینت تو خوانده میتونی؟ خوب بسیار خوب زیاد کتاب بخیر براتان میاریم، به همه تان کتاب میتیم. خوب باز پرسان میکنیم. دفعه دوم که آمدم باز پرسان از پیشتان میکنیم که صحیح خواندین یا نه. بخیر. کدام کتاب دوست داری که براتان بیارم؟ هر رقم شده داریم. خب امو چی را براتان میاریم پیشتر که پرسان کنیم؟ نبوی خویونه براتان میاریم. صحیح؟